با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم دوستان عزیز. از همه شما خواهش تا آخر خوب گوش کنید درباره همون جوانی که مردم روس، یعنی که یک چند جوانهای روس اوباشان پیشاب خود را به این جوان تاجیک نشاندند و همچنین یک جوان تاجیک را به دست از چیزی دادند که این حالت مردانگی است. خوب گوش میکنیم سبب در اصل این واقعه ها در چیست و بعدا یک چیز را گفتنی هستم که برادرای عزیز، برادرایی که در مهاجرت هستید بسیار احتیاط باشید که عین حال چنین گروه ها بسیار شدند. 5-6 نفر پسر یک دختر را استفاده میبرند. آنها با واسطه الرحمن دختر شما را دعوت میکنند، شما میآیید، شما با او حالا همخوابه نشده آنها شما را دستگیر میکنند. لطکوب یکمش دیومش نوار در سامانه اجتماعی نشر میکنند و تاجیکی میگویند. سومش این که از شما پول میستونند. چهارمش داخلی وانه میشوید، پیشاب خود را مجبور چیکار میکنند؟ مینوشید. کنانوش آخرت را بین. عاقبت تو چی میشود؟ آیا همین برای زیبنده هست؟ در اینجا پدر و مادرت با کدام امید و آرزو در انتظار فرزندشون هستند که فرزندشون کار کرده است. نه اوتنه که این فرزند اینها رفته با امو اوباشان همراه شدگی و گفتی دخترک 13-14 ساله باور میکنه برای همخوابه شدن میره عاقبت شرمنده و شرمسار میشوند. این زمان چنین گروه ها، چنین دختران مردم ما را، عیناً مردم مهاجر را، تاجیک را، ازبک را، قرقیز را و دیگر ملت را باور کنید ما با چشم خود دیدیم. خودشان می نویسند میگویند نیخوچیش سمنای تک 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 تک. وقتی این جوان که حالا نه رفتگی از گشنه مقصد شماش سیر کردگی نیست، بعدم با او دختر باور میکنه، او دختر پیشنهادی همخوابه میکنه و میبره با خود به همون توشه خودش. انا این جوان میقپنن دیگه خدا داد چیکار میکنن؟ هم لطکو میکنن، هم در دهشون چی چیزا میته. برای این گپایی که گفتستم بخشش برای عین زمان چنین حالت ها بسیار شیسته. جوان های عزیز، این شرمندگی هست وقتی شما را نوار میکند و تاجیک اسمتریت میگه و وقتی از او حالم مدام تا بهتره. کمتر نفس خودتون جمع کنین. دخترایی که شما وقتی اونها را میبینین ویدیویش فیلم میزنین، بعدا برای واخوری، برای همخوابه شدن آماده شده میرین، عاقبت شما چی میشود؟ یک چند اوباشان دیگر به قهای اونها شما را میخپه و دیگه عیدهشون لبای کار میان، لبای کار میکنه. چی گفتم میتونین؟ لبای کار در حق شما میکنه. برای همین کمتر نماشه آبروی خودتون، آبروی ملت را پس نزنید. دو نگهبانی هر یک شما باشد. خداحافظ.